بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، این عکسی که در این مجموعه گذاشتم خاطر رسان بکنیم که این عکس یا که این کتاب است که در شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گویا نوشته شده است از جانب یکی از مکتب‌های مجسمه و یکی از پیروان تیمیه ها. و این عکسی که گذاشتم واقعا گویا که در شرح فقه اکبر نوشته شده است، اما واقعا این شرح نیست بلکه یک رد هست در آن چیزی که در فقه اکبر آمدگی است. به خاطر اینکه امروزها مردم ما و خصوصا جوانهای تاجیک میخواهند که اعتقاداتشان غلط بکنند و در زیر پرچم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتقادات خودشان برای مردم جاری بکنند و اونها را به اون اعتقادات خودشان بکشانند، و ما هم مجبور شدیم که برادران عزیز و طالب علم ها را از این چیز آگاه بکنیم تا مبادا به این چیزها فریفته نشوند. این کتابی که هست ما این مطالعه کردیم و البته در آن لفظها و در آن عباره هایی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده اهل سنت و الجماعت بیان کرده است و در آن عباره ها رد هست بر اعتقادات مجسمه. این شخصی که شرح نوشته است گویا به جای اینکه شرح بنویسد و اون الفاظی که در فقه اکبر هستند اونها را ساده کرده برای مردم بفهماند، برعکس میآید و در آن جایهایی که قولهای امام ابو حنیفه با عقیده خودش درست نمی آید میگد که اینها قولهای امام ابو حنیفه نیستند و اینها قولهای اهل بدعت هستند. البته انسان عاقل یک لحظه تفکر بکنه چگونه قولی که در کتاب امام ابو حنیفه آمده است و اون قول خودش نبوده است و چگونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از سلف صالح نبود و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده سلف صالح بهتر میفهمید و او بهتر میفهمید یا که جناب شارحی که الان در این عصر حاضر گویم که شرح نوشته است گویا این بهتر میفهمد. در اینجا انشاءالله یک چند نقطه را از این کتاب برای شما برادرای عزیز میخوانیم و چگونه مخالف بودنش با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و با عقیده جمهور اهل سنت و الجماعت یادرس میکنیم تا اینکه در کجایی که شما شنیدید و در کجایی که دیدید فریفته نشوید و سراول یک معلومات مختصری درباره این نویسنده این کتاب یعنی شارحی که گویا شرح نوشته است مختصرا بدهیم. این یکی از مکتبانی یکی از تربیه گرفتگان یا که تعلیم گرفتگان مکتب تیمیه هست و مجسمه ها هست که نسبت الله تعالی جسم قائل هست. در یکی از نوارهایش که در یوتیوب نشر شده هست از او پرسان میشوند درباره جسم و سپس کمی سخنبازی میکند، میگه اگر به معنای این بگیریم که خدا با ذات خودش قائم هست و جسم هست پس با این معنا خدا را جسم گفتن جایز است، هیچ باکی ندارد. نعوذ بالله که این عقیده گمراهی و بدعت است نزد اهل سنت و الجماعت. و این نویسنده عبدالرحمن خمیس نام دارد. در کجایی که شنیدن برادران عزیز که از نام این شخص فقه اکبر رو شرح گفتند یا که فقه اکبر رو میخواهند برای مردم از زبان این کس تعلیم بدهند فریفته نشوند و بدانند که این کتاب است که مخالف با عقیده امام ابو حنیفه و با مخالف با آن شرحی که علامه علی قاری رحمت الله علیه در شرح فقه اکبر نوشته است می باشد. یک چند قول را از این کتاب برای شما برادرای عزیز بیان میکنیم و چگونه مخالفت بودنش برای شما ذکر میکنیم. این کتاب در شرح فقه اکبر نوشته شده است و در شرح فقه ابسط اکبر و شرح فقه ابسط نوشته شده است که این دو کتاب از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت شدگی هستند.
خب یکی یعنی فقه اکبر به واسطه فرزندشان حماد ابن ابی حنیفه رحمت الله علیه روایت شده است و فقه ابسط به واسطه ابو مطیع بلخی روایت شده است. یکی از جایهایی که این شخص در کلام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رد میکند و کلام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این کتاب ناقص نشان میدهد این است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در در همین فقه اکبر یعنی در متن فقه اکبر میگوید که والانبیاء علیهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح. خب میگوید که پیغمبرها علیهم السلام از گناهان صغیره و کبیره پاک هستند. این عقیده جمهور فقها و محدثین اهل سنت و الجماعت هست، اما شارح در صورتی که این قول میخواهد که شرح بدهد در زیر این قول عقیده ابن تیمیه را میخواهد که برای مردم در زیر پرچم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برساند و در اینجا قول ابن تیمیه را میارد و در یکی از قولها این میاد که القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القول. خب اینجا قول گویم که ابن تیمیه را میاد که این قول مخالف است با قولی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته است و جمهور فقها و محدثین گفتگی هستند. میگد که ابن تیمیه را یعنی قول ابن تیمیه را میاد و گفته است ابن تیمیه که و گفتن به این که پیغمبرها از گناهان کبیره پاک هستند دون صغائر، یعنی از گناهان صغیره پاک نیستند، یعنی از اونها گناه صغیره سر میزند. این قول اکثر علمای اسلام هست به نظر ابن تیمیه و به نظر این قول جمیع تمام طایفه های اهل اسلام هست، حتی گویا قول اکثر اهل کلام یعنی علمای علم عقیده. و با دعوا میکند که بل هو لم ينقل عن السلف والائمه والصحابه والتابعين الا ما يوافق هذا القول، بلکه نقل نشده است به طور قطعی میگوید که نه، بلکه نقل نشده است نه از سلف و نه از ائمه اهل سنت و نه از صحابه و نه تابعین مگر اینکه موافق با همین قول هستند. یعنی از سلف صالح و ائمه اهل اسلام و صحابه و تابعین هیچ چیز نقل نشده است مگر اینکه اونها میگفتند که پیغمبرها از گناه کبیره پاک هستند و از گناه صغیره پاک نیستند. این قول البته که قول مخالف است و این قول یک دعوای بیهوده است، زیرا که امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر خودش نقل میکند در باره این مسئله و میگوید که البته بعضی اختلاف ها وجود دارد، اما جمهور فقها میگوید که بر همین قول هستند که پیامبران علیهم السلام از گناه های صغیره و کبیره پاک هستند، گناه صغیره و کبیره از آنها سر نمیزند. عباره‌ای که امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر خودش نقل میکند چنین است: وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها، لأن أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر لا يمكن الاقتداء بهم. امام قرطبی رحمت الله علیه میگه که و جمهور فقها از صاحبان از پیروان امام مالک و از پیروان امام ابو حنیفه و از پیروان امام شافعی میگن که انهم معصومون من الصغائر كلها، این که همون پیغمبرها پاک هستند از تمام گناهان صغیره، كعصمتهم من الكبائر اجمعها، همچنانی که از تمام گناهان کبیره پاک هستند، از اونها گناه کبیره سر نمیزند، همچنین پیغمبرها از گناه صغیره نیز پاک و منزه هستند که از اونها گناه صغیره سر نمیزند. لأن امرنا باتباعهم في افعالهم و آثارهم و سیرهم امرا مطلقا،
زیرا که ما مسلمان ها امر شدیم به پیروی از پیغمبرها در فعل هاشان، یعنی چی کار میکنند باید ما اونها را پیروی بکنیم، و آثارشان و سیرتشان، یعنی در قولشان، در رفتارشان، در گفتارشان، در معاملهشان، در تمام رفتارشان ما امر شدیم که اونها را پیروی بکنیم. فلو جوزنا علیهم الصغائر، اگر ما جایز بدونیم برای اونها گناه صغیره را، اگر بگوییم که پیغمبرها گناه صغیره میکنند، نعوذ بالله، لم یکن الاقتداء بهم، پس اقتدا کردن برای اونها به اونها قطعی جایز نمی شود اگر بگیم که از اونها گناه صغیره سر میزند. خب چگونه که میبینیم برادر عزیز، جمهور فقهای پیروان امام مالک رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی رحمت الله علیه میگویند که پیغمبرها از گناهان صغیره پاک و منزه هستند، همچنانی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در متن فقه اکبر گفت. پس این قولی که جناب عبدالرحمن خمیس عامله الله بعدله آورده است که گویا از ابن تیمیه نقل کرده است که گویا از هیچ ائمه سلف صالح نقل نشده است که پیغمبرها از گناه صغیره پاک هستند، یعنی نقل نشده است که اونها گفته باشند که پیغمبرها از گناه صغیره پاک هستند، بلکه گفتند که از گناه کبیره پاک هستند، از گناه صغیره پاک نیستند. این قول مردود است. یکی از مخالفت هایی که این نویسنده کتاب با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مسئله خلاف کرده است در متن فقه اکبر. خب میگذاریم به مسئله دوم. مسئله دومی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در باب رؤیت مسلمان ها الله تعالی را میگد که و یراه المؤمنون وهم في الجنة بأعین رؤوسهم ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة او مسافة ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، یعنی وقتی که مؤمن ها الله تعالی را در جنت میبینند، این دیدن مؤمن ها الله تعالی را حق است، اما بین بندگان و بین الله یگان گونه مسافه نیست، یگان گونه گویم که دوری بین اونها نیست. این چگونه هست؟ این الله تعالی میدوند. در اینجا این شارح آمده است و رد میکند که نه، این قول امام ابو حنیفه نیست. چگونه کتاب امام ابو حنیفه که باشد، کتاب که ثابت شده باشد که از امام ابو حنیفه است، چگونه این بعض این قول ها از امام ابو حنیفه بوده است و بعضش از این نبوده است؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا به بعضی از این کتاب ایمان میارید، بعضیش که موافق عقیدتون باشد قبولش میکنید، بعضیش که مخالف عقیدتون باشد ردش میکنید؟ این چگونه است؟ این یک آیا تلبیس نیست، آیا تدلیس نیست در این قول و در این رفتار و عمل و کردار؟ و میاد در زیر این قول امام ابو حنیفه که میگه ولا یکون بینه و بین خلقه مسافه، یعنی همون دیداری که مؤمن ها الله تعالی را در جنت میبینند، بین مؤمن ها و بین الله تعالی یگان مسافه، یگان گویم که دوری، یگان مقدار بین اونها وجود ندارد. میگد که لعله ان یکون مدسوسا علی ابی حنیفه فهو من الفاظ المتکلمین. میگه که شاید این قول است که بر امام ابو حنیفه بار کرده شدگی است، این قول او نیست و این قول متکلمین است، قول علمای علم عقیده هست، این قول امام ابو حنیفه نیست. میگه رد میکند یعنی این قوله، زیرا که اینها در دیدار الله تعالی مکان ثابت میکنند. یعنی این مجسمه میگه که خدا در یک جا نشسته است، یک در یک جا ایستاده است و بعدا مؤمن ها او را میبینند. اما اهل سنت و الجماعت میگه که نه، دیدار مؤمن ها الله تعالی را در جنت حق است. این چگونه هست؟ اینش دیگر ما کار نمیگیریم و این الله تعالی خودش میدوند. به همین خاطر هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که کیفیت از الله رد بکند، که کیفیت دیدار الله تعالی بدون کیفیت است، میگه که بین خدا و بین مخلوق یگان کیفیت، یگان مسافه وجود ندارد. این که با عقیدهشون موافق نمیآید، این قول رد میکند. این قول در صفحه 53 همین کتاب 53 و 54 همین ذکر کرده است. این کسی که شرح نوشته است این قوله. این دو مخالفتی که با عقیده، با خود روش امام ابو حنیفه و با خود متنی که در کتاب آمدگی است مخالفت کرده است. و سومین نکته که هست، بعد از اینکه قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در باب صفات میارد،
میگد که وله ید و وجه و نفس فما ذکره الله تعالی من ذکر الید والوجه والنفس فهو له صفة بلا کیف. کیفیت رد میکند از الله تعالی، یعنی چگونه هستند این صفت ها، این رد میکند. اما این شارح تدلیس میکند و میگد که نه، صفات الله کیفیت دارند، نعوذ بالله کیفیت دارند، اما کیفیت شما نمیدونیم. در صورتی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و جمهور اهل سنت و الجماعت میگه که صفات الله تعالی کلا کیفیت ندارد، والکیف غیر معقول، و کیفیت در ذات و صفات الله تعالی تصور کرده نمی شود. در ذات و صفات الله تعالی کیفیت نیست، اما اینها میگن که نه کیفیت دارد، نعوذ بالله، لکن ما نمیدونیمش. اینها هم خیلی میگن، در صورتی که این خلاف است با عقیده امام ابو حنیفه و با عقیده جمهور سلف صالح و اهل سنت. و دیگر نقطه‌ای که با عقیده امام ابو حنیفه مخالفت میکند و میخواهد عقیده خودش، عقیده تجسیم را در زیر سخنان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای مردم جا بکناند، میگد که و هذا النص في منهج ابي حنیفه و مذهبه في الصفات واضح جلی و هو يشتمل على، یعنی در این باب مذهب امام ابو حنیفه در باب صفات واضح و آشکار است و این منهج و رویشش در بر میگیرد چند رویش و چند قول ها را. و بعدا در زیر این قول ها میگد که لا يجوز تأويل صفة بصفة أخرى، من أول صفة بصفة أخرى فقد حرف وعطل. اگر صفتی را با صفت دیگر تأویل بکند گویا که تحریف کرده است و بیکار کرده صفات الله تعالی را، در صورتی که این قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. و بعضی از سلف صالحین و بعضی از صحابه ها بعضی آیات هایی که در باب صفات میان اینها را تأویل کردگی هستند. ان شاء الله یگان وقتی که برای ما میسر بشود مذهب سلف صالح ان شاء الله یک وقت معین برای شما برادرای عزیز در این باب بیان میکنیم، در صورتی که این قول امام ابو حنیفه نیست. و میآید باز خلاصه گیری میکند که میگد صفات الله تعالی تقبل و تمرر على ظاهرها دون تأویل بما یخرج عن حقیقتها. میگد که خلاصه قول امام ابو حنیفه را که برای مردم گویا بیان کردنی است، میگد که خلاصه همین است که صفات الله تعالی قبول کرده میشوند و بر ظاهرشان جاری کرده میشوند، یعنی صفات الله تعالی چیزی که در آیت اومده است ظاهرا همون خیر میگیریم و میریم، در صورتی که این عقیده و این رویش خلاف است با رویش امام ابو حنیفه و با رویشی که علامه علی قاری در شرح فقه اکبر آوردگی است. میگذاریم به شرح فقه اکبر که علامه علی قاری بهتر و خوبتر میدوند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در صفات چی میگوید در این باب. علامه علی قاری در شرح فقه اکبر در صفحه 334 در که مشهور است به چاپ شده است نو به نام منح الروض الازهر فی شرح فقه الاکبر، در صفحه 334 میگد که در رد عقیده ابن ابی العز که در شرح تحاوی دادگی است و برای الله تعالی مکان ثابت کرده است، در رد اون میگد که والحاصل ان الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من اهل البدعة. و خلاصه همین است که شارح یعنی شارح تحاوی که ابن ابی العز هست گفته است یقول بعلو المکان مع نفی التشبیه، یعنی الله تعالی برای الله تعالی علوی مکان ثابت کرده است، یعنی الله تعالی را مکان ثابت کرده است، تشبیه رد کرده است. میگه و تبع فیه طائفه من اهل البدع، در همین مسئله طائفه از اهل بدعت پیروی کرده است شارح تحاوی. خب در ادامه میگد وقد تقدم عن ابي حنيفة رحمه الله انه يؤمن بالصفات المتشابهات ويعرض عن تأويلها. و در گذشته ما بیان کردیم از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که او ایمان می آورد به صفات متشابهات و یعرض عن تأویلها، از تأویلش خودداری میکند، یعنی تأویلش نمیکند، و ینزه الله تعالی عن ظواهرها، و الله تعالی را از ظاهر این آیات ها، از ظاهر آیات متشابهاتی که در باب صفات آمدگی هستند، از ظاهر اینها الله تعالی را پاک و منزه میدوند. اکنون این کسی که شرح دادگی است یعنی عبدالرحمن خمیس میگد که عقیده امام ابو حنیفه همی است که صفات را بر ظاهرشون حمل میکند، در صورتی که علامه علی قاری میگد که نه، امام ابو حنیفه اینها را قبول داشت، آیات متشابهه
آیاتی که صفات متشابهات هستند اینها را قبول داشت و ینزه الله عن ظواهرها و الله تعالی را از ظاهر این آیات ها پاک و منزه میدونست و یکل علمها الی عالمها. علم این آیات صفات را، یعنی این آیات ها چی معنا دارن، اینها را به سوی پروردگار و به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم حواله میداد و تفسیر و تأویلشون نمیکرد. خب میبینیم که این عقیده ای که این بیان کرده است عبدالرحمن خمیس در این شرح نوشتهش بیان کرده است خلاف هست با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که علامه علی قاری در شرح فقه اکبر آوردگی است. و این چنین علامه علی قاری در مرقات شرح مشکات میگد که والحاصل ان السلف والخلف مؤولون لاجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره. خب میگد که و حاصل و خلاصه همین است که سلف صالح و خلف یعنی علمایی که بعد اونها اومدن مؤولون لاجماعهم على صرف اللفظ عن ظواهرها، یعنی تأویل میکردن همراه با اجماع بودنشون بر صرف لفظ از ظاهر این آیات ها، یعنی اجماع داشتن سلف صالح و خلف بر اینکه این آیات هایی که هستند بر ظاهرشون حمل کرده نمی شود و گرفته نمی شود. خب و این چنین هم علامه بابرتی حنفی سال 786 هجری از دنیا گذشتگی است. این بزرگوار هم عقیده طحاوی را شرح نوشتگی است و میگد در باب این که فإن قوما تأولوا بآرائهم فنفوا الصفات وعطلوا وقوما حملوها على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم فصاروا معطلة ومشبهة. یک قوم میگد آیات های صفات را به فکر و اندیشه خودشان تأویل کردن و اونها را نفی کردن که اینها جهمیه ها بودن، و قوم دیگری که حمل کردن بر ظاهرشون این آیات ها را حمل کردن پس در دوچار شدن در تشبیه و تجسیم، پس اینها گشتن معطله و مشبهه شدن. یعنی کسایی که آیات صفات را بر ظاهرشان حمل کردن اینها کسایی بودن که مشبهه و مجسمه بودن، چگونه که در شرح عقیده طحاوی دودگیش علامه بابرتی صفحه 64 و 65 میگوید. و این چنین در صفحه 71 میگد که وقد تمسك المجسمه بظواهر النصوص، و مجسمه ها بر ظاهر نصوص صفات چنگ زدن، یعنی چنگ زدن به ظاهر آیات صفات این مذهبی مجسمه است. خب خلاصه چگونه که میبینیم که کسایی که علمای حنفیه که عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شرح دادند و برای ما بیان کردن مخالف هست با این شرحی که عبدالرحمن خمیس دادگی هست. میگذاریم به دیگر نقطه که این شارح با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخالفت کرده است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن را میگد که والقرآن کلام الله تعالی فهو قدیم، و قرآن کلام الله تعالی است پس اون قرآن قدیم است، یعنی نوپیدا نیست. یکی از صفات الله تعالی کلام هست و کلام الله تعالی قدیم هست و حادث و نوپیدا نیست. اما این شارح در اینجا یک قول را ذکر میکند و از نزد خودش قول اختیار میکند، یعنی عقیده خودش میخواهد در زیر قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای مردم بیان بکند. میگد که فالصواب ان كلامه تعالى قديم النوع حادث الافراد بمعنى ان افراده تتجدد لا بمعنى ان افراده مخلوقة. خب فكثير من افراد كلامه تعالى لم يتكلم بها تعالى حتى الآن بل متجدد فيما بعدها و بهذا ذلك. خب خلاصه اون چیزی که برای ما شاهد است از قولش همین است که میگد که و ثواب و قول درست همین است که یک نوع کلام الله قدیم است و نوع دیگرش حادث است، به معنی اینکه سخن الله تعالی یا که کلام الله تعالی تتجدد و پیدا شدن میگیرد، یعنی الله تعالی هر وقت که بخواهد سخن کردن میگیرد و هر وقت که بخواهد سکوت میکند. نعوذ بالله که این عقیده هم برای او ثابت کردن در حق الله تعالی که این عقیده مردود است نزد اهل سنت و الجماعت. اهل سنت و الجماعت همین است که عقیدهش که کلام الله تعالی قدیم است و حادث و نوپیدا نیست، و قبل از این که الله تعالی قرآن نازل بکند
قبل از اینکه حادثه های برای مردم نازل بگوییم که بیا رخ بدهد قرآن نازل بشد، الله تعالی قبل از این متکلم بود و کلامی قدیم داشت. این یکی از مخالفت هایش که با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارد و امام ابو حنیفه قرآن قدیم میگوید، این میگه که نه، این با تقسیم میکند، در صورتی که امام ابو حنیفه تقسیم بندی نکرده است و هیچ سلف صالح هم این تقسیم بندی نکرده است. خب دیگر قولی که با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخالفت دارد همین است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له بالقرآن مخلوق والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. یعنی لفظ ما که ما تلفظ میکنیم آیه قرآن میخونیم، این لفظ فعل ما هست، این مخلوق است. و این میگد که ثم قولنا ولفظنا بالقرآن مخلوق ليس على طريقة أهل السنة بل على طريقة أهل الكلام وليس من كلام أبي حنيفة رحمه الله. میگد که این قول امام ابو حنیفه گفت که لفظ ما به قرآن یعنی تلفظی که ما میکنیم این فعل ما بنده ها هست، این فعل ما مخلوق است. چگونه که امام بخاری رحمت الله علیه هم همین عقیده را دارد و جمهور سلف صالح هم همین عقیده را دارند که لفظی که ما تلفظ میکنیم و همین لفظ ما، همین تلفظ کردن ما فعل ما هست و این مخلوق است. میگد که ليس على طريقة أهل السنة بل على طريقة أهل الكلام. این قول امام ابو حنیفه بر روش اهل سنت نیست بلکه بر روش اهل کلام است. یعنی اهل کلام علمای علم عقیده را اینها مبتدع و بدعتکار میدونند و گویا که امام ابو حنیفه در این روش، در این قول بر روش اهل سنت نرفته است و در ادامه میگد که وليس من کلام ابی حنیفه. این قول امام ابو حنیفه نیست. سبحان الله، چگونه قول امام ابو حنیفه نیست که این کتاب است، کتاب امام ابو حنیفه هست و روایت شده است و با واسطه فرزندش روایت شده است. چگونه نیمی این کتاب از قول امام ابو حنیفه بوده است و نیمی دیگر که با عقیده شما مخالفت بکند عقیده امام ابو حنیفه نبوده است؟ بسیار عجیب است. خب این است یکی از مخالفت های دیگرش. مخالفت دیگری که با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و با عقیده اهل سنت و الجماعت دارد همین است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در باب کلام الله تعالی میگد که كلام الله تعالى ويتكلم لا ككلامنا ويسمع لا كسمعنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلات ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. و الله تعالی سخن میکند نه مثل سخن کردن ما و ما سخن میکنیم به واسطه آلات، یعنی به واسطه زبان، به واسطه که در داخل اون دهان ما دندان ها هست و کام هست و دیگر چیزهامون هست، به واسطه این سخن میکنیم. والآلات والحروف و به واسطه حرف ها، به واسطه حرف ها و به واسطه ادوات ما سخن میکنیم. این کلام ما هست. والله تعالی یتکلم بلا آلت ولا حروف و الله تعالی سخن میکند بدون یگان آلت و بدون حرف. یعنی الله تعالی کلامش عبارت از آلت نیست، عبارت از حرف و صوت و اینها نیست. در این عقیده اهل سنت و الجماعت است. و اینجا شارحی که گویا شرح نوشتگی از این قول امام ابو حنیفه را میگد که خب اما قوله والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة، و قول امام ابو حنیفه که گفت که الله تعالی سخن میکند بدون حرف و بدون آلت و حرف ها مخلوق هستند و کلام الله تعالی غیر مخلوق است، یعنی کلام الله تعالی مخلوق نیست. قول میگه که فهو من بدع المتكلمين الذين يقولون بخلق القرآن وليس هذا من كلام أبي حنيفة رحمه الله قطعا. میگد که این سخنی که در اینجا آمده است، یعنی این قول امام ابو حنیفه که گفت که سخن الله تعالی عبارت از آلت، از حرف و از آواز نیست، این میگد که این قول از بدعت متکلمین است، از بدعت های علمای علم عقیده است. میگد کسایی که با قرآن مخلوق میگفتند، نعوذ بالله، این تهمت است در حق علمای علم کلام. وليس هذا من كلام ابي حنيفه رحمه الله قطعا، و این هرگز این قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. نعوذ بالله. چگونه که
ببینید برادرای عزیز و گرامی که هر کجایی که در کدام کتاب‌های اعتقادی و عقیده‌ای که اون عقیده اهل سنت است مخالف است با برداشت و با فکر و ذهن اینها، اون قول یا رد میکنن یا اون قول از بدعت ها میدونن یا اون قول میگن که این قول صاحب کتاب نیست. چگونه که کتاب ثابت شده باشد که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، چگونه این قول امام ابو حنیفه نبوده؟ به همین ترتیب بسیاری از کتاب ها را همین خیل کردگی هستند. مثلا در کتاب قصیده الدالیه یکی از علمای حنبلی است، کولزانی است، والله اعلم اگر اشتباه نکنم نامش در خاطرم نمانده است. اون کتاب وقتی که ما مطالعه کردیم یک کتاب نظمی هست، عقیده امام احمد ابن حنبل روایت میکند و همون هم جسم بدن الله رد میکند و میگه و انت تراه جسما و آیت الله تعالی را جسم میدونی، میگه المجسم عندنا كالملحد، مجسمه نزد ما مثل ملحد است، مثل بی خدا است نزد ما مجسمه. و در اینجا یکی از شارحانش که براک هست والله اعلم شرح میتید و این قولی که مخالف است با اعتقاداتشون اینا میگن نه این قول اهل بدعت است و دیگر. به همین طریق هم عقیده تحاوی هم همین خیل کردن. عقیده تحاوی اومدن جایهایی که اون عقیده با عقیده خودشون مخالفت میکند، میگه که ما نسبت این امام تحاوی گمانی نیک داشتیم، نباشد با میدونستیم که چی بگیم در حق این گونه سخنبازی ها میکنند. این چیزها را شاید که بعضی طالب علم آگاه نباشند. به همون خاطر هم برادرای عزیز ببینید که جایی که در عقیده خودشان مخالف باشد اون قولهای سلف صالح، اونها را رد میکنن، در صورتی که دعوا از سلف صالح میکنن و این دعوا پوچ و خالی و بیهوده است این دعواشون. خب این یکی از مخالفت هاش که این قول رد میکند. اکنون میگذاریم که عقیده اهل سنت و الجماعت و اهل حدیثی که در زمان سلف صالح بدن چی هست در این باب، که آیا کلام الله تعالی گویم که چگونه هست، عبارت از صوت و حرف هست، چگونه که اینها میگن، اینها کلام الله تعالی میگن که عبارت است از حرف و آواز، در صورتی که این عقیده اهل سنت و الجماعت نیست، عقیده اهل بدعت است. عبدالله ابن سعید ابن کلاب یکی از امامان اهل سنت و الجماعت و یکی از استادان امام ابوالحسن اشعری رحمت الله علیه است و این یکی از کسایی است که امام بخاری رحمت الله علیه در علم اعتقادات در مسائل عقیده از این عبدالله ابن سعید ابن کلاب در علم عقیده پیروی همین شخصیت بود امام بخاری رحمت الله علیه. چگونه که امام ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 1 صفحه 293 میگد که ان البخاری في جميع ما يورده من تفسير الغريب فهو ياخذ من اهل ذلك الفن كابي عبید. خلاصه میگد که در باب آن چیزایی که در تفسیرش روایت کرده است از تفسیرها روایت کرده است، در این باب پیروی کرده است علمایی که در علم تفسیر بودن مثل ابی عبیده و نضر بن شمیل و فرا و غیره اینها. اما در بحث های فقهی میگد فمستمدة غالبها من الشافعی. خب اکثر مسئله هایی که در فقهی پیروی کرده است اینها اکثرشون از فقه شافعی گرفته شدگیان و پیروی امام شافعی کرده است. و اما مباحث الکلامیه، اما مبحث ها و بحث هایی که در علم عقیده کردگی هست فیأخذها من الکرابیسی و ابن کلاب. اکثر اون مسئله هایی که در علم عقیده پیروی کرده است امام بخاری، اینها را گرفته است از ابن کلاب و از کرابیسی و ابن کلاب. ابن کلاب یکی از بزرگان سلف صالح بود که در سال 241 هجری از دنیا گذشتگی است. 241 هجری یعنی در زمان سلف صالحین و یکی از استادان و کسایی است که امام ابوالحسن اشعری در علم اعتقادات گویم که پیروی همین کرده است، پیروی رویش همین. و پیش از امام ابوالحسن اشعری این بزرگوار عقیده اهل سنت را بررسی و جمع آوری کردگی بود. خب این عبدالله ابن سعید ابن کلاب چگونه که میبینیم یکی از کسایی بود است که امام بخاری اون پیروی میکرده است. در باب کلام الله تعالی میگه که و ان الکلام لیس بحروف ولا صوت، و این که کلام الله تعالی عبارت از حرف و صوت نیست. این قول امام ابوالحسن اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین خودش ذکر کرده است.
خب چگونه که میبینیم یعنی عقیده اهل سنت و الجماعت، عقیده امام بخاری، عقیده امام ابو الحسن اشعری، عقیده عبدالله ابن سعید ابن کلاب، دیگر علمای بزرگواری که تنها اجماع از سلف صالح از 3 قرن اول اسلام ما ذکر کرده ایستادیم، چی بماند با این بزرگانی که بعد اونها آمدن. و عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همین است که کلام الله تعالی عبارت از حرف و آواز نیست. اما شارحی که در اینجا شرح نوشتگی است مخالف میآید با عقیده امام ابو حنیفه و میگه که این قول از قول مبتدعه ها است. خب این دیگر از مخالفت هایش. و عقیده داشتن هم گفتیم که این که کلام الله تعالی عبارت از آواز و حرف باشد، این عقیده اهل بدعت است. عقیده اهل سنت و الجماعت این نیست. به تفصیلات کلام الله تعالی نمیپردازد اهل سنت و الجماعت. خب دیگر مخالفت هایش که در این کتاب کرده هست و همین هم ذکر میکنیم و البته بسیار مخالفت های دیگر هم در شرح فقه ابسط کردگیش در اون هم دارد و حتی برای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گویا روش سلف صالح تعلیم میتید. در بعضی قول هایی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پرسیدن خدا را که خدا در کجا هست، همین گونه پرسش رد میکند امام ابو حنیفه در فقه ابسط، میگه که خوبتر همین بود که امام ابو حنیفه از این لفظا سکوت میکرد، براش خوبتر بود. نعوذ بالله. یعنی یک انسانی که بعد از 13 عصر میآید سلف صالح تعلیم میدهد که تو چگونه باید رفتار بکنی در باب اعتقادات. خب دیگر تفصیلاتش میگذاریم و خلاصه میکنیم همین قول آخرش که دیگر قولی که مخالفت کرده است با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، میگه که امام ابو حنیفه در باب الله تعالی میگه که بلا جسم، یعنی او الله تعالی موجود است به جسم، یعنی جسم نیست الله تعالی جسم نیست. و میگه که فهذه من الفاظ المتكلمين وليست من كلام ابي حنیفه. این قول ها یعنی رد کردن این که الله تعالی جسم نیست، جوهر نیست، حد ندارد، حد اندازه و مرز ندارد، میگه که این قول ها از قول های متکلمین هستند، از قول های مبتدعه ها هستند به عقیده این و از سخن و از کلام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیستند. میگه در صورتی که عقیده اهل سنت و سلف صالحین همی بود که جسمیت از الله تعالی رد میکردن، چگونه که امام احمد ابن حنبل در کتابی که اعتقاد امام احمد ابن حنبل روایت شدگی است که از علمای حنبلی جمع واریش کرده است، اونم جسم بدن از الله تعالی رد میکند. اکنون میگذاریم یک نقطه دیگر اشاره میکنیم که اهل سنت و الجماعت اعتقاد داشتن به این که الله تعالی جسم نیست. سر اول سلف صالح امام ابو حنیفه جسمیت از الله رد کرد، با عقیده اینها که مخالفت کرد اینا رد دانستن، گفتن این کلام امام ابو حنیفه نیست، پس این کتاب که از امام ابو حنیفه باشد چگونه این کلام امام ابو حنیفه نیست. و امام ابو الحسن اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین عقیده اهل سنت و الجماعت ذکر میکند و عقیده مجسمه ها هم در اونجا ذکر میکند، میگه که ونحن الآن نخبر أقاويل المجسمة واختلافهم في التجسيم. اختلفت المجسمة فيما بينهم في التجسيم. میگه که ما الان خبر میتیم شما را در سخنهای مجسمه که در باره تجسیم الله تعالی گفتن و مجسمه ها در بین خودشان اختلاف کردن در جسم گفتن الله تعالی. و هشام ابن حکم یکی از سرداران مجسمه روافض بود، گفت که ان الله جسم محدود، نعوذ بالله، گفت که الله تعالی جسم هست و محدود است، حد و اندازه و مرز و به اصطلاح گویم گرانیت دارد، نعوذ بالله. عقیده مجسمه ها را در این باب ذکر میکنه. در کتاب مقالات الاسلامیین چند نوع اعتقادات داشتن نسبت جسم گفتن الله تعالی و یکی را همین میگه که هشام ابن حکم گفت که الله جسم است، نعوذ بالله، یعنی جسم گفتن الله تعالی به طور مطلق همین جسم گفتن برای نسبت الله تعالی عقیده مجسمه هست، چگونه که خودی همین شارح در یکی از نوارها چگونه که قبلا اشاره کردیم در اینترنت نشر کرده است و جسم گفتن الله تعالی را به یک معنایی که لفظ بازی میکنه، سخن بازی میکنه، جایز میدوند. و دیگر میگه که وقال هشام ابن الحكم أن ربه في مكان دون مكان وأن مكانه هو العرش وأنه مماس للعرش وأن العرش قد حواه وحده.
و هشام ابن حکم یکی از سردارای مجسمه در زمان 200 هجری بود، 250 در همین سالها بگوییم ده تقریبا، زیرا که امام ابوالحسن اشعری در سالهای از 200 تا 300 هجری زندگی کرده است، عمر به سر بردگی هست. در اون زمان عقیده مجسمه را از اون زمان سلف صالح برای ما بیان میکند که عقیده مجسمه همین بود که میگفتند که هشام ابن حکم سردار مجسمه میگفت که پروردگارش در یک مکانی هست، در مکانی دیگر نیست، یک مکان دارد و این که همون مکانش اون عرش است گفته است، نعوذ بالله، و این که او خدا به همون عرش رسیدگی است و ایستادگی است گفته است. هشام ابن حکم سردار مجسمه ها تقریبا 1000 سال قبل، 1100 سال قبل. و این اعتقادات که الان برادرای عزیز شما میبینید، این اعتقادات نو نیست، این اعتقادهای هستند که اینها در زمان گذشته پیشوایانی داشتن از مجسمه ها که الان اون اعتقادات زنده کرده ایستادن. خب و ان العرش قد حواه و حده، و مجسمه ها میگفتند که عرش خدا را در بر گرفته است و محدودش کرده است، حد دارد در بالای عرش. نعوذ بالله. این اعتقادات مجسمه است. اکنون امام ابوالحسن اشعری درباره عقیده اهل سنت چی میگه؟ و قال اهل السنت و اصحاب الحدیث لیس بجسم. اهل سنت و اصحاب حدیث، پیروان اهل حدیث زمانی گذشته که پیرو با گویم که قرآن و سنت بدن و خوض نمی کردن، یعنی چقر نمی رفتن در این بابات و از اعتقادات تجسیم پاک و منزه بدن. اینها چی میگن در باب الله تعالی؟ لیس بجسم، الله تعالی جسم نیست، الله تعالی جسم نیست. یعنی اهل سنت و الجماعت به طور اتفاق و به طور کلی جسمیت از الله تعالی رد کردن. اما اینها میگن که اگر معنا این باشد که خدا با ذات خودش قائم است، جسم گویم این خیل اگر خدا را، نعوذ بالله، این چیز جایز است، در صورتی که این عقیده اهل بدعت است. این بود برادرای عزیز و گرامی خلاصه در باب این کتاب، و خوب دقت بکنید برادرای عزیز و خوب گویم که گوش بگیرید که عقیده اهل سنت و الجماعت امروزها میخواهند در زیر این شخصیت های بزرگوار و خصوصا جوان های ما را که پیروی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، در زیر این قول ها میخواهند اعتقادات خودشون برای مردم جاری بکنند و در زیر پرچم امام ابو حنیفه مردم را یک عقیده تجسیم و تشبیه برای اونها تعلیم بدهند. البته برای مردم ما این گونه چیزهایی که ذکر کردیم در باب اعتقادات برای مردم عوام فکر میکنم دانستنشان چندان لازم نیست و همون اعتقادات عامیگی خودشان بهتر است. اما در صورتی که این گونه شبهات و این گونه چیزها مطرح شده ایستادن و این گونه چیزها را و این گونه اعتقادات خلاف اهل سنت و الجماعت در جامعه مسلمان ها و جوان های ما نشر کرده ایستادن، پس ما لازم میدونیم و لازم است که برای پیشگیری کردن از این اعتقادات، برای اینکه مردم را در زیر پرچم امام ابو حنیفه فریفته نکنند و اعتقادات غلط اشتباه جاری نکنند در حق مسلمان ها، این چیزها را گویم که نبندن اعتقادات خودشان در زیر پرچم امام ابو حنیفه، پس ما مجبور میشیم که این چیزها را برای شما برادرای عزیز بگویم و خاطر رسان میکنیم که این کتاب را در کجای شنیدید و کتابی که الشرح المیسر علی الفقهین الابسط والاکبر شرح داده است. این کتاب را محمد بن عبدالرحمن الخمیس. در کجای که شنیدید برادر عزیز فریفته نشید و بدونید که این کتابی که هست این شرح نیست بلکه رد هست بر اعتقادات امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، چگونه که ما از این کتاب برای شما بیان کردیم. خب به همین چیز صحبتمون خاتمه میبخشیم و باقی سربلند و موفق باشید. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.